آیا تا به حال این قسم یک بریانی خوش رنگ و خوشمزه نوش جان کردین؟ بیایم با هم یک بریانی فوق‌العاده خوشمزه آماده کنیم. 7 گلاس برنج را در یک ظرف اضافه می کنیم. 3 الی 4 بار می شوییم. بعد از او تر می کنیم به مدت 3 ساعت. پنج گلاس روغن اضافه می کنیم. بعد از اینکه روغن داغ شد 1 کیلو گوشت مرغ اضافه می کنیم. من گوشت مرغ از قبل شسته بودم. میگذاریم تا گوشت سرخ شود. بعد از اینکه گوشت سرخ شد 4 عدد پیاز نیاز داریم. من پیاز از قبل ریزه کرده بودم، آماده است، در دیگ اضافه کردم. سه تا بادمجان رومی را ریزه کرده اضافه میکنیم. دو قاشق نمک و 1.5 قاشق ربی بادمجان رومی اضافه میکنیم. سه قاشق مساله بریانی اضافه میکنیم. اگر تا حال کانال ما را سابسکرایب نکردین پس همین حالا سابسکرایب کنین و زنگوله را فشار بدین تا از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر باشین. دو گلاس ماست تازه اضافه میکنیم. اگر سوال یا نظری داشتین حتما در قسمت کامنت بنویسید. منتظر کامنت های زیبای شما هستم. 1 قاشق زیره اضافه میکنیم. مساله برنج اضافه میکنیم. قسمی که در تصویر میبینین من از این مساله استفاده کردم. شما از هر مساله که دوست داشتین میتونین استفاده بکنین. 2 گلاس آب اضافه میکنیم و حالا گوشت را از داخل دیگ برمیداریم. به قدر ضرورت آب اضافه میکنیم. همه قدر آب که برنج را بپوشانه کافی است. قاشق سیری رنده شده اضافه میکنیم. بعد از اینکه آب جوش آمد برنج را اضافه میکنیم. سرپوشی دیگ را میگذاریم تا آب برنج خشک شود. گشنیز تازه اضافه میکنیم. شما اگر دوست داشتین میتونین گشنیز اضافه بکنین. و حالا گوشت را داخل برنج اضافه میکنیم و دم میدیم به مدت 40 الی 50 دقیقه. اگر از ویدیو خوشتان آمد حتما لایک کنین و با دوستایتان شیر کنین.
بریانی خوشمزه ما آماده است. اگر تا این قسمت ویدیو را دیدی و سابسکرایب نکردی انصاف نیست. همین حالا سابسکرایب کنین و زنگوله را فشار بدین تا از جدیدترین ویدیوهای ما باخبر شوین. در ویدیو بعدی منتظرتان هستم.